الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أزواجه وذرياته. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیز، بارک الله فیکم. ماهی که ما در این ماه قرار داریم ماهی شعبان است که پیش از رمضان می آید و بعد از این ماه ماهی مبارک رمضان شروع خواهد شد. وقتی که ماهی شعبان داخل می شد، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم زیاد روزه می گرفتند، چگونه که در حدیث صحیح که امام بخاری و مسلم روایت میکنند در صحیحین آمده است از مادرمان عایشه رضی الله عنها که میگویند ما رأیت النبی صلی الله علیه و سلم استكمل صيام شهر قط الا رمضان وما رأيته في شهر اكثر صياما منه في شعبان فقد كان يصوم الا قليلا منه. مادرمان عایشه رضی الله عنها میگویند که من رسول الله صلی الله علیه و سلم را ندیدم که یک ماه را از اول تا به آخر روزه گرفته باشند بجز ماه مبارکه رمضان. یعنی یگانه ماهی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از اول ماه تا آخر ماه کاملا روزه گرفته اند این ماه مبارک رمضان است. و میگویند که و این چنین ندیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار در یگان ماه روزه گرفته باشند بجز شعبان. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از رمضان نسبت دیگر ماه‌ها در ماه شعبان زیاد روزه می گرفتند. یعنی ماه رمضان را از اول تا آخر روزه می گرفتند و ماه شعبان را از دیگر ماه‌ها زیادتر روزه می گرفتند. در آخر حدیث خود عایشه رضی الله عنها مادرمان میگن که رسول الله بسیار روزی ماه شعبان را روزه می گرفتند مگرم کمیش را روزه نمی گرفتند. پس این حدیث به ما می فهماند که روزه گرفتن این ماه شعبان این از سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است و به هر یکی من و شما ضرور است و به هر یک انسانی که مسلمان است ضرور است که در این ماه شعبان زیاد روزه بگیرد. و البته این اقتدا کردن به رسول الله صلی الله علیه و سلم است. وقتی که ماه شعبان داخل شد روزه میگیرد، نه هر روز از اول ماه شعبان تا آخر ماه شعبان روزه گرفتن این از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم نیست و این پیروی از پیامبر نیست، بلکه یک روز روزه میگیرید، یک روز روزه میخورید، یک روز افطار و یک روز میدارید که این بهترین روزه‌داری هست. چه خیلی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن صیام داوود علیه السلام است، روزه‌داری داوود علیه السلام است. یا که چند روز میدارید و چند روز میخورید. و البته نه تا آخر ماه بلکه 2-3 روز پیش از ماه مبارک رمضان روزه داشتن را بس میکنید، چرا که پیش از ماه مبارک رمضان روزه گرفتن خوب نیست. برای احتیاط یا برای چیزی دیگر انسان نباید روزه بگیرد. 2-3 روز پیش از ماه مبارک رمضان روزه داشتن را بس میکنید. و البته در این ماه روزه گرفتن این پیروی کردن و اقتدا کردن به رسول الله صلی الله علیه و سلم است و امید اجر ثواب از الله سبحانه و تعالی کردن است. الله در قرآن عظیم الشأن به من و شما خبر داده است و میگوید لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه. ای مسلمان ها، به تحقیق برای شما رسول الله صلی الله علیه و سلم الگوی نیکوست. بهترین الگوی مسلمان این رسول الله است. یعنی مسلمان یگانه بر رسول الله صلی الله علیه و سلم باید پیروی نماید.
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هر کسی که الله را میخواهد، روز قیامت را میخواهد، آخرت را میخواهد که نجات بیابد، باید بر رسول الله صلی الله علیه و سلم پیروی نماید و الگویش را یگانه محمد صلوات الله ربی و سلامه علیه قرار بدهد. مثلا در این ماه یک روز روزه بگیرد، یک روز بخورد. مثلا وقتی که ماه شعبان داخل میشد یک روز روزه بگیرد و یک روز بخورد، یا یک چند روز روزه بگیرد و یک چند روز بخورد. بارک الله فیکم. که این البته از فضل این ماه شعبان است. و این حدیثی صحیح است، هیچ شک شبهه وجود ندارد. اما سوال اینجاست که آیا در نصف شعبان، در نصف ماه شعبان روزه گرفتن و در شب نصف ماه شعبان بیدار ایستادن و نماز خواندن که این را میگن روزی برات یا شبی برات، این عمل ثواب دارد یا ندارد؟ یا حدیث صحیح در این مسئله آمده است یا نه آمده است؟ بارک الله فیکم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به ما همه خیری که در این دنیا بود رسانیدند و دین ما کامل شده است. و رسول الله میگویند هر کسی که یک عملی را انجام بدهد که این از عملی ما نیست و موافق عملی ما نیست، عملش مردود است و این عمل بدعت است. من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. حدیث مادرمون عایشه رضی الله عنها که حدیث است. سوال اینجاست که آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم خاص در نیمه ماه شعبان روزه میگرفتند یا شب نصف ماه شعبان را زنده یعنی بیدار خوابی میکردند یا نماز خاص میخواندند یا نه؟ البته نه. از رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز خاص در نصف شعبان، در شب نصف شعبان، یا که روزداری نصف شعبان، یا دعای خاص، یا رکعت‌های معین نماز خاص، یا بیداریستی با جماعت صحابگان، این چونین چیزی نه از رسول الله صلی الله علیه و سلم نه از صحابگان روایت نشده است. و البته علما میگن هر حدیث و روایتی که فضیلتی شب نصف ماه شعبان را به شما بیان میکند و هر حدیثی که فضیلتی روزداری نصف ماه مبارک این شعبان را به شما بیان میکند، این حدیث ضعیف است و موضوع است و بعضش باطل است و متروک است. بارک الله فیکم. پس در حقیقت همین طور است. حدیث هایی که آمده است در این باب حدیث های ضعیف است، یعنی حدیث هایی که به شما میگوید که شب برات وجود دارد یا که شب براعت وجود دارد. کسی که در این شب، در یعنی نصف ماه شعبان، در شب نصف ماه شعبان زنده بیدار می ایستد، خواب نمی رود، 100 رکعت نماز می خواند، یا که در نصف ماه شعبان روزه می گیرد، الله گناهش را می بخشد و ثواب زیاد می گیرد و این چنین سخنهایی که آمده است و این شب را شب برات می گویند، این همه حدیث های موضوع است و باطل است. و البته ما میگوییم عموما ماه شعبان فضیلت دارد، عموما ماه شعبان فضیلت دارد، فضیلتش عمومی هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم فضیلتش این است که در این ماه روزه را زیاد میگرفتند. مرحمت هر کسی که میخواهد بر رسول الله صلی الله علیه و سلم پیروی بکند این ماه شعبان را روزه بگیرد، اما نه همه‌اش را. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم روز خاصی را، شب خاصی را در این ماه معین نکرده اند، نه به نماز خاصی، نه به ذکر خاصی، نه به روزداری خاصی. شب را و روز را در این ماه پیامبر صلی الله علیه و سلم معین نکردند و حدیث هایی که برای معین کردن شب نصف ماه شعبان، شب برات
یا روزی روزداری نصف ماه شعبان آمده است، این حدیث ها موضوع و باطل است و صحیح نیست. صحیح نیست. بارک الله فیکم. علما میگن همه این چنین حدیثایی که همه حدیث ها و روایت هایی که دلالت به نصف شب شعبان، فضیلت نصف شب شعبان، یا که دلالت به نصف ماه شعبان روزش و یا شبش میکند، همش موضوع است و باطل است. و این حکم باطل بودن حدیث ها را جمعی از اهل علم کردند. یک چند نفر از اهل علم به مانند ابوالفرج ابن الجوزی در کتاب الموضوعات این مسئله را کاملا ذکر کرده اند، یا که بیهقی در کتاب الشعب، یا که ابوالخطاب ابن دحیه في أداء ما وجب، یا که ابن القیم الجوزی في منار المنیف، یا ابو شامة الشافعی في كتاب الباعث على إنكار بدع والحوادث، یا که عراقی در احیاء علوم الدین. و این چنین سخن شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه، یعنی باطل بودن حدیث هایی که دلالت به فضیلت شبی نصف ماه شعبان یا که روزی نصف ماه شعبان میکند، از شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه ذکر شده است در کتاب اقتضاء صراط المستقیم. و این مسئله پوشیده نیست و این مسئله معروف است. و البته در این مسئله بهترین سخنی که ذکر شده است این سخنی بارک الله فیکم ابن رجبی حنبلی هست. ابن رجبی حنبلی تمام حدیث هایی که به فضیلت شب نصف شعبان یا که به فضیلت روزداری نصف ماه شعبان میکند، همه این حدیث ها را ابن رجبی حنبلی ذکر کرده اند و بعد از این حکم همه این حدیث ها را بیان نمودند. بارک الله فیکم. و گفتند همه این حدیث ها ضعیف است. حدیث هایی که دلالت به نماز خواندن آمده است، نمازی 10 رکعت باشد یا 100 رکعت، نمازی خاص برای شب برات، یا روزداری خاص برای شب برات، یا در این شب الله سبحانه و تعالی مغفرت میکند که در دیگر تمام شب‌های دیگر روز وجود ندارد، حتی در شب قدر هم وجود ندارد. این حدیث ها همه اش میگن ضعیف، موضوع، غیر ثابت است. بارک الله فیکم. و البته ابن رجب حنبلی رحمه الله در کتاب این سخنشان را در کتاب لطائف المعارف ذکر کردند و حدیث هایی که در این مسئله وارد شده است این حدیث ها را ضعیف گفتند و گفتند تمام حدیث هایی که دلالت به فضیلت نصف شب شعبان، یعنی شب برا، یعنی شب براءت میگوییم و شب برات یا روزی برات آمده است، اصلی صحیح ندارد. بارک الله فیکم. پس البته این کتابی که ابن رجب حنبلی در اون ذکر کردن لطائف المعارف بهترین کتاب در همین موضوع هست. بارک الله فیکم. حدیث هایی که در این باب آمده است در حقیقت حدیث هایی ضعیف است، گرچند که بعضی از اهل علم حدیث را صحیح کردند، به مانند شیخ البانی بعضی این حدیث ها را حسن گفتند، اما علما و محققین این حدیث را ضعیف گفتند. ما به علما و محققین و اون کسانی که قوی تر از شیخ البانی هستند و به نهایت قوی هستند، نه قوی تر، قوی به نهایت قوی از شیخ البانی هستند و علمای متقدمین هستند، سخن اونها را در این مسئله وقتی که میبینیم همه اونها این حدیث را ضعیف کردند، موضوع کردند. پس ما هم پیرو از علمای متقدمین اهل حدیث میکنیم و این حدیث ها را ضعیف میگیم و البته این قول راجح است. و اما بعضی از تابعین، بارک الله فیکم، بعضی از تابعین کسانی که صحابگان را دیده اند، صحابه کسی که پیامبر صلی الله علیه و سلم را دیده اند و ایمان آوردند و با ایمان وفات کردند. تابعین کسی که پیامبر را ندیدند بلکه صحابگان را دیدند. تبع تابعین کسانی که انسان های را دیدند که اینها صحابگان را دیدند.
عموما تابعین از اهل شام یک چند نفر تابعین از اهل شام به مانند خالد ابن معدان و مکحول و لقمان ابن عامر و غیر از این که یک 5-6 نفر از تابعین از اهل شام، اینها در حقیقت این حدیث هایی که نسبت شب براءت یا براء آمده است این را قبول کردن همچون حسن و عمل می نمودند. و اما علمای اهل حجاز، علمای حجاز یعنی علمای مدینه، علمای مکه به مانند عطا ابن رباح و ابن ابی ملیکه و دیگر از فقهای اهل مدینه و علمای اهل مدینه به مانند دوستان امام مالک و غیر از اینها، چقدر علمای زیاد می گفتند که این عمل بدعت است. و این چنین امام احمد رحمت الله علیه در مسئله نصف ماه شعبان که شبش یا که روزش یگان سخنی خوبی را ذکر نکردند. بعضی انسان ها از امام احمد نقل میکنند، البته این ضعیف است. درست است که بعضی این حدیث هایی که به فضیلت شب نصف ماه شعبان یا که به فضیلت روزداری نصف ماه شعبان آمده است در مسند احمد وجود دارد، اما این ضعیف است. بارک الله فیکم. و البته این سخنی که ما الان نقل کردیم این سخنی حافظ ابن رجب رحمه الله بود. حافظ ابن رجب سخنشون همین سخن بود که ما به شما ذکر کردیم. پس حدیثی که وارد شده است و فضیلت نصف ماه شعبان را بیان میکند، شبش یا روزش رو. البته این حدیث از معاذ بن جبل، از عایشه و ابی ثعلبه الخشنی و عثمان بن ابي العاص و ابي موسى الاشعري و علی بن ابي طالب و عبد الله بن عمر و ابي هريره و عبد الله بن عمرو و عوف بن مالك و ابي بن كعب و ابي امامه و ابي بکر الصدیق رضی الله عنهم اجمعین. و از اینها همین صحابه که ذکر کردیم روایت شده است، از همین صحابگان روایت شده است. اما این حدیث ها حدیث های مراسل است. مراسل یعنی حدیث هایی که فیه مرسل، حدیث مرفوع به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نیست، به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نمیرسد. مرسل حدیث است که در بینش انقطاع یا یک نفر دو نفر وجود ندارد. بارک الله فیکم. مدرج هم میگویند. بیاید نظر میکنیم از مشهورترین این حدیث ها حدیث معاذ ابن جبل. اولین حدیثی که نظر میکنیم حدیث معاذ ابن جبل است که میگوید رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند یطلع الله لیلة النصف من شعبان الى خلقه فیغفر لجمیع خلقه الا لمشرک او مشاح. الله رب العزة والجلال در شب نصف ماه شعبان، یعنی در نصف ماه شعبان در شبش الله رب العزة والجلال به سوی خلقش اطلاع میکند، یعنی نظر میکند، میبیند و تمام بندگانش را میبخشد، تمام خلقش را میبخشد مگرم مشرک و مشاحن را. و این البته این روایت از معاذ ابن جبل در کتاب ابن حبان در صحیحشان ذکر شده است. ابن حبان این حدیث را صحیح ذکر کرده و انمین روایت را شیخ البانی رحمه الله در کتاب سلسله الاحادیث صحیح ذکر کردند. یعنی شیخ البانی این حدیث را صحیح میدانند. اما این حدیث در حقیقت چخیلی که علما و محققین میگن این حدیث اضطراب دارد، اضطراب زیاد در اسنادش دارد. اضطراب یعنی مشکلی های زیاد در سندش وجود دارد. و این حدیث در بعضی حالت ها نسبت به ابی ثعلبه الخشنی داده می شود و این حدیث مرسل از حدیث ابی ادریس الخولانی روایت شده است و این چون از کثیر ابن مرة مرسل ذکر شده است و از مکحول مرسل ذکر شده است. یعنی حدیثی مرفوع نیست، حدیثی مرسل است و همه این سندها به یک سند باز میگردد و همه این سنها به یک سند باز میگردد و این چی است؟ سندش اضطراب دارد، مشکلی دارد.
و البته امام دارقطنی این حدیث را به نهایت واضحانه و آشکارانه خوب بیان کردند و حدیث معاذ بن جبل را دارقطنی رحمه الله میگن که حدیثی غیر محفوظ است، حدیثی محفوظ نیست و در جای دیگر میگن که حدیث غیر ثابت است، حدیثی ثابت نیست. یعنی حدیث رو امام دارقطنی حکم به ضعیف میکنند. بارک الله فیکم. پس در جای دیگر دارقطنی میگویند که این حدیث منکر است، به همین اسناد منکر است. حدیث اسنادی که در وی ابو حاتم رازی باشد میگن این اسنادش منکر است. بارک الله فیکم. البته عفوا در اینجا ابو حاتم الرازی میگویند که حدیثی روایت شده از معاذ بن جبل این حدیثی منکر است، با همین سند حدیثی منکر است میگن. این سخن رو حاتم الرازی میگن، ابو حاتم الرازی. پس با همین گفته ها به شما بیان شد که حدیث معاذ و ابی ثعلبه این دو حدیثی به نهایت ضعیفی شدید است و در این باب هیچ منفعت به ما نمی باشد. البته عبادت این مسئله است که با حدیث ضعیف ثابت نمی شود، باید حدیث صحیح باشد. العبادة موقوفة إلا ما يدل الدليل على جوازه. دومین حدیث عایشه رضی الله عنها است از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم که میگویند انه قال لها حين افتقدته فوجدته في البقيع فإن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لكثير من عدد شهر. عموما این حدیث هم دلالت به همین میکند که الله سبحانه و تعالی در شب نصف ماه شعبان به آسمان این دنیا نازل می شود و بسیاری از بندگانش را می بخشد و این روایت البته در مسند امام احمد و در سنن ترمذی و ابن ماجه از طریق حجاج بن ارطاء عن یحیی بن ابی کثیر عن عروه عن عایشه رضی الله عنها روایت شده است. امام ترمذی رحمه الله این حدیث را ذکر می کنند و می گویند که حدیث عایشه لا نعرف الا من هذا الوجه. این حدیث فقط از همین وجه و از همین سند روایت شده است، از حدیث حجاج. و میگویند که و سمعت محمدا، یعنی امام ترمذی میگن من محمد را شنیدم. محمد در اینجا یعنی امام بخاری هستند، محمد ابن اسماعیل بخاری. یعنی امام ترمذی میگن من امام بخاری را شنیدم که همین حدیث را ضعیف میگفت. یعنی حدیثی که در نصف شعبان الله نازل میشود تمام بندگانش را در این شب میبخشد و این شب را شب برات هم میگن، این حدیث را امام بخاری ضعیف کردن، یضعف هذا الحديث. و این سخن را امام ترمذی میگن که امام بخاری گفتن که من شنیدم. و امام بخاری سبب ضعفشان این بود که گفتند یحیی ابن ابی کثیر لم يسمع من عروه. یحیی ابن ابی کثیر که در این سند هست که حجاج ابن ارطاط از یحیی ابن ابی کثیر روایت میکرد، یحیی ابن کثیر از عروه نشنیده است و حجاج هم از یحیی نشنیده است. پس میگن این اسناد ضعیف است. روایت کننده هایی که این در این حدیث هستند وقتی که یکدیگرشون رو از یکدیگرشون نشنیدن، این یکی از سبب های ضعیف است و این اسناد ضعیف است. ظاهر سخن امام بخاری رو علما میگن که امام بخاری این حدیث رو از همه جهت چی میکنند؟ ضعیف میکنند. امام بخاری نه فقط اسناد این حدیث رو بلکه حتی خود این حدیث رو چی کردند؟ ضعیف گفتند، متنش رو. و این چنین امام دارقطنی این حدیث رو ذکر میکنند، حدیث عایشه رضی الله عنها را و اضطرابش رو بیان میکنند و میگن که این اسناد حدیث مضطرب است، غیر ثابت است. یعنی حدیث عایشه که ما دویم حدیث گفتیم در مسئله فضیلت شب شعبان اومده است، البته حدیث رو امام دارقطنی هم غیر ثابت میگویند. پس بارک الله فیکم، حکم این حدیث
ضعیف است. پس این حدیث هیچ حجت شده نمیتواند برای فضیلت اثبات فضیلت نصف شب ماه شعبان یا که نصف روزش. و سومین حدیثی که در این فضیلت نصف شعبان آمده است حدیث عبدالله بن عمرو است. عبدالله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يطلع الله عز وجل إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده إلا الاثنين مشاهد وقاتل النفس. يعني الله سبحانه وتعالى در شب نصف ماه شعبان به خلقش اطلاع میکند و بندگانش را میبخشد مگرم دو نفر را، خودکشنده و مشاحن را. البته این حدیث در مسند امام احمد روایت شده است، اما این حدیث هم چی است؟ علما میگن ضعیف است. و اما این حدیث رو هم امام البانی رحمه الله در سلسله صحیحه حدیث رو صحیح گفتند و امام البانی میگن رحمه الله هذا اسناد لا باس به في المتابعات والشواهد. با متابعات شواهد ما میگن این حدیث لا باس به است، یعنی باکی ندارد میگن. اما قول راجح این چنین نیست، چرا که در این حدیث حجی هست که این را علما در حقش اختلاف کردند. پس بعض از علما سند این حدیث را چی گفتند؟ مناکیر، یعنی انسان‌های منکر وجود داره گفتند. خیلی که ابن عدی در ترجمه حی ابن عبدالله فی الکامل ذکر کردند. حی ابن عبدالله را منکر میگن. بارک الله فیکم. این حدیث را علما حدیثی منکر میگویند، خیلی که ابن عدی را به شما ذکر کردیم. پس این حدیث هم حجت نیست و حجت شده نمیتواند. و اگر شما بگید که خیر شیخ البانی رحمه الله این دو یا سه حدیث رو صحیح کردند، علما میگن که شیخ البانی رحمه الله در این مسئله البته اجتهاد کردند، به اجتهادشون ثواب گرفتند، اما قول صحیح قولی غیر شیخ امام البانی هستند. ما میگیم کل بنی آدم خطا، هر یک انسان ها خطا میکند. شیخ البانی هم خطا میکنند، شیخ البانی معصوم نیستند. بارک الله فیکم. پس این حدیثی ضعیف است و با همین البته حدیث های دیگر وجود دارد که ما عموما میگیم حدیث های دیگر هم همه حدیث ها ضعیف هستند و از همه قوی ترین حدیث ها رو به شما بیان کردیم که حدیث ها ضعیف است. پس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند فإن تنازعتم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. خیلی که ما مسلم روایت میکنند هر کسی که عملی رو انجام بدهد که این عمل موافق عمل رسول الله نیست، این عمل رد است، رد کرده میشد، قبول نیست. و شب نصف ماه شعبان از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فضلش ثابت نشده است و حدیث در این مسئله حدیثی صحیح ثابت وجود ندارد. و همه اون حدیث هایی که به فضل تخصیص فضل ماه شعبان به عبادت وارد شده است، یعنی همه حدیث هایی که می آید در روزی نصف شعبان روزه گرفتن یا در شبش به عبادت مخصوص می آید، حدیث های علما میگن باطل است و موضوع است. پس بارک الله فیکم. تمام بدعت ضلالت است. خیلی که ما مسلم از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت میکنند تمام بدعت ضلالت است، باید انسان از تمام بدعت دست بکشد. پس این بود مختصری در مسئله شعبان، ماه شعبان. بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله.